سلام علیکم عزیزین سامان خانم سلام باشین. اینجین درباره پدر و مادرم گفتم شما که ما روی پدر و مادرم خیلی نگاه کردگی نیستیم. ما را خیلی کردگی که در روی مادر پدر نگاه نمی چیزی گفتن خوب شده است پیش نگاه کردن پدر مادر تو می‌ذاریم. وقتی که یگان چیزی فرمان میدادن وقتی شوخی میکردیم میخندیم دروشون نگاه میکردیم وقتی که فرمان میدادن دروشون نگاه نمیکردیم نمیگفتیم نه نمیکنیم خوب شده است پدر جان خوب شده است مادر جان. این خیلی کلام کردگی ما هم خیلی احترام میکردیم. تصور میکنی که مادر پدری من پس از نفقه برآمدن قریب 30 سال تا اینجا کار نکردن. اگه جوی خوردن پوشیدن نکردن ما فرزنداشون نگاه میکردیم. ما اونا رو خیلی آرزوشون عملی میکردیم طوری دست میگردوندیم. بله پدر و مادری من بهترین پدر و مادر در دنیا بودن خوشبخت‌ترین بودن که همین گونه فرزندانی چی میگن بالای و قد داشتن که به قدرشون رسیدیم. بو میگم برای شما که ما برای پدر و مادر همچون سیریال کشیدیم همچون فرانسوخانه شدیم خونه نگو کنیم سیریال نگفتیم که فرانسوخانه شدیم و فرانسوخانه بردیم شد خونه پوشاندیم و بیدرشون برشون آوردیم. بله دای پدر مادر گیریم پشیمان میشیم. پشیمانی سود ندارد روی پدر مادرتون نگاه نکنین چیزی که گفت خوب شد است پدر جان مادر جان و زمین نگاه کنین در روی پدر مادر نگاه کردن نکنین نیسته. برای چی؟ برای که در سوره لقمان میگه که چیکاری کردی در پیش پدر مادرتون نتونن مونده شدم نگین اوف نگین میگن فهمیدین حتی میگه موندهش نگین موندگیتون در دیگه جبری نفس بکشین در پیش پدر مادر نگین ای وای مونده شدم خیلی باید که نگین باید بگیم خوب شد پدر جان خوب شد مادر جان. فهمیدین جوانانی اصل 21 پدر مادرتون احترام کنین با قدرشون برسین در زندگیشون بعد از مردن فایده نداره. خب лайк подписаться و поделиться التماس فراموش نکنین. بسیار ویدیوهای جالب انتظار است لیکن این поделиться лайк کنید دیگران ببینن شما سوال. خب